روزها فکر من این است همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چی بوده است مراد وی از این ساختنم. آیا این سوالا پیدا شده برای ما که من چرا ساختم، من چرا انسان خلق شدیم، من چرا اشرف مخلوقات خلق شدیم؟ آیا مثل گوسفند زندگی کنم؟ جان که از عالم علویست یقین میدانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. ما از عالم علویستیم، مرغ باغ ملکوتم، از اینجا نیستیم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و باله بزنم. اینی هدف است که به سمت کوی دوست باشیم. کیست در گوش که او میشنود آوازم، یا کدامی سخن میکند اندر دهنم؟ کیست در دیده که از دیده بیرون می نگرد، یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم؟ دید مهم است، یکی از اهداف زندگی است که دید خوب داشته باشیم، بصیرت داشته باشیم. تنهای چشمنه، چشم درون ما چطور است؟ آیا زیبا میبینیم یا زشتی میبینیم؟ بود خار گل با همه هوشمند، چه در بند خاری تو گل دسته بند. گل میبینی یا خاره؟ اگر تو دیدت زیباست تو زیبایی میبینی، ولی اگر متاسفانه دید درون خراب است، چشم هر چقدر کلان مقبول پسته‌ای و بادامی باشه فایده نمیکنه. بعضیا چشم خوب کلان داره، از او که آدمای نابینا بسیار خوب بصیرت داره. گر تو را عیب جویی باشد در سرش، نبینی ز طاووس مگر پایزش. تو از طاووس پایزش میبینی، ولی اگر درست باشه ای به اهل هنر نگه دارید، پیش طاووس نام پا مبرید. اگر دید خوب باشه تو پیش طاووس نام پای نمیبری. اما ما متاسفانه این ضربین انداختیم یک بدی یک کسی را پیدا کنیم، ای یاد کده میریم، یه فشار داده میریم. اگر تو واقعا دید هنری داری، دید خوب داری، تو عیب کسی نبین، کمال سر محبت ببین نه نقص و گناه. که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند، این بی هنری ماست که عیب میبینیم. اگه هنر داشته باشیم ما عیب نمیبینیم، ما خوبی یک مجموعه را میبینیم. اگر عیب باشه این کرتی از این کالای تکراری از این سایکویی را میبینی، یا همین شعر مولانای بزرگواره که برای تو میگم این را میبینی. مهم نیست دید ما چه رقم است. اما که میگه آدمی دید است باقی پوست است. دید آن است که دید دوست است. دیدت باید خوب باشه. کیست در دیده که از دیده بیرون می نگرد، یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم. تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم. تا که میگه راه را برم نشان ندی ما آرام نمیشینم. اما ما چی نه، ما خوستیم. هر کس گفت که بیا که راه را نشان کنم، ای دیوانه شدی، این دیوانه را ببین، قصاب دغم چربو، قصاب دغم چربو. و میگه بیا خیر ما سر مشکلات زندگی هم میگم تو دغم چربوستی. هیچی مرا با خو کنم. حالی که آدم خوب بیتاب می باشه، میگه کسی نیست، خودش در فیسبوک خود اعلان میکنه و در این وطن کسی نیست، کسی یک سمینار تشکیل بده برای خوب نشان بده. آیا نیست؟ اما تو که وقتی مرا بد میگی، من قبول دانشم کم است، ولی 4 تا دانشمند کوره میخونه میگه یه نهیره که دیوانه گفتن، تو گفتن من ولی اگه سمینار داشتم تشکیل بدم. اگه تو تشویق میکردی و پسته که خیر می با دانش کم شوق داره، دانشمندای بسیار خوب در وطن داریم، اون شوق میگرفت که بیا یک سمینار تشکیل بده. اما ما بیتاب از این نیستیم که یاد بگیریم که ما کیستیم. ما خود شناختیم، بسیار به جای رسیدیم. شناختن چیه؟ 4 تا تلویزیون ببین، یک تیک تاک کم جور کو، چیز نه خنده میکنه، ولی تیک تاکرها سرم خفه نشه. می وصلم بچشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. اگه غرق دریای هستی شدی، اگه می معرفت نوشیدی، مست دانش هستی، دیگه خودت نیستی، گپ خوب از تو میبراید. تو دیگه به یک کوزه پر عسل میشی که از تو خوبی میبراید، نزشتی. تو دیگه خودت نمیباشی، تو به من بی خوبی وصل میشی. شمس تبریز اگر روی به من ننمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. اگر ایج ذهن خوب نشی، قالب دیگه به درد نمیخوره. خوبی داره، کمال دیگه نیست.
هدف از زندگی تبدیل شدن به بهترین نسخه خود است. هر کدام ما با یک سلسله توانایی آمدیم. شما شنیدین میگه هر انسان ظرفیت نابغه شدن در یک زمینه را داره، به شرطی که رو شناسایی کنی، تلاش کنی، خود به اون مرحله برسونی. ما سمینار قبلی ما در مورد نیازهای انسان بود. اگه وقت یافتین اون را بشنوین، چون سر از اینکه انسان چطور به مرحله تکمیل خود برسه صحبت کردیم. بنان یکی از وظایف تزم روز هدف زندگی باید فهمیده باشید که تو تلاش که بهترین خودت شوی. تو یک چیزی شده میتونی، یک کسی شده میتونی که به دیگران مفید واقع شده میتونی. استعدادت درخشان، بیکار نشی. از امروز که رفتی لطفاً سر از این کار کن که به اونجا برسی.